دلیل بر اینکه یک حاکمیت درسته، دلیل بر اینکه قوه‌ای حق است، مردم است. جان خورشید تو سر اگر مردم ما را نپذیرند ما صالحین نیستیم. با شوق تو دل در سینه بلرزد. باید بپذیریم که مردم بزرگان ما، مشتریان ما و آقا ما نوکران مردم در عمل باشیم. جان به طلب یک جان به ایران نه اینکه شعار بدیم مردم نیومدن اشکال نداره، یاد میاد رنگ میدن. ما بروندادی رو که الان به وجود آوردیم، یک جناح، یک دسته و یک گروه هم که میتونن رقابت کنن، نه اونایی که در همه جامعه وجود داره. ما در جامعه‌ای که زندگی میکنیم بی‌عدالتی در سیاست، در اقتصاد، در قومیت، در فرهنگ، در هر جا نگاه کنی وجود داره. انکار ناپذیره. اگر بخوایم اینا درست بشه باید اصلاح کنیم. مفهوم شرف معنای شکوهی تو ایران طوفان چو رسد پاینده چو کوهی